میخوام با بزرگترین دشمن آدم ها باید صحبت بکنم. به نظر چیه؟ ترسه. ترس تو روانشناسی از نظر علمی، از هر نظری که تو فکرشو بکنی، اصلا وجود خارجی نداره، ولی بزرگترین دشمن انسانه. فقط زمانی میتونی پا روی اون ترست بذاری که انجامش بدی، فقط همین. باور کن 99% مواقع اون فکری که توی ذهن ماست الکیه. یعنی هر چیزی که فکر میکنی بهش که امکان داره این اتفاق بیفته، امکان داره اون اتفاق بیفته، اینجوری بشه اونجوری، تو 99% مواقع اصلا اون اتفاقی تو داری فکر میکنی بهش اصلا نمیفته. تنها راهش اینه که پا روی اون ترست بذاری و انجامش بدی. بعد متوجه میشی یک چیز کاملا خیالی بوده و تو توی ذهنت الکی فقط بزرگش کردی.